شهردار گاتهام دان میچل جونیور توسط قاتل سریالی نقابدار ریدلر به قتل میرسد. بروس وین میلیاردر به مدت 2 سال است که به عنوان بتمن فعالیتش رو آغاز کرده. بتمن به همراه صدفان جیم گوردون در مورد این قتل تحقیق میکنن. اونا پیامی رو کشف میکنن که ریدلر اونو برای بتمن گذاشته است. ریدلر کمیسر پیت سویچ رو میکشه و پیام دیگه ای رو برای بتمن میگذاره. بتمن و گوردون متوجه میشن که ریدلر یک فلش مموری تو ماشین میچل گذاشته که حاوی تصاویری از میچل به همراه یک زن است. آنوکا تو کلوپ شبانه آیسبرگ که یک کلوپ شبانه است که توسط آسوالد کابلپات اداره میشه. همچنین آسوالد به عنوان پنگوئن نیز شناخته میشه که رئیس جنایی کارمین فالکون هستش. در حالی که پنگوئن اظهار بی‌اطلاعی میکنه، بتمن متوجه میشه که هم اتاقی آنا، سلنا، کایل در کلوب به عنوان پیشخدمت کار میکنن. وقتی آنوکا ناپدید میشود، بتمن سلنا رو برای پاسخ به کلوب آیسبرگ میفرسته و متوجه میشود که سویچ مانند گیل دادستان منطقه تو لیست حقوق بگیرای فالکون است. ریدلر کلسون رو گروگان میگیره و یک بمب قلاده‌ای زماندار به گردنش میبنده و اونو میفرسته تا وقتی بتمن از راه میرسد مراسم خاکسپاری میچل رو مختل کنه. ریدلر از طریق تلفن کلسون با او تماس میگیره و تهدید میکنه که اگه کلسون نتونه به 3 معما پاسخ بده، بمب رو منفجر میکنه. وقتی از پاسخ به این سوال خودداری میکنه، همین منجر به مرگش. بتمن و گوردون نتیجه میگیرن که خبرچین ممکنه پنگوئن باشه و اونو پس پنگوئن رو تا یک معامله مواد مخدر ردیابی میکنن. اونا متوجه میشن که عملیات مرونی به فالکون منتقل شده و بسیاری از افسران فاسد پلیس آگاهی عمومی تو آن دخیل بودن. سلنا وقتی برای سرقت پول به اونجا میرسه، سعون اونا رو لو میده و جسد آنها رو تو صندوق عقب یک ماشین پیدا میکنه. بتمن پس از یک تعقیب و گریز با ماشین پنگوئن رو دستگیر میکنه، اما اون و گوردون متوجه میشن که پنگوئن اون خبرچین نیست. بتمن و گوردون رد ریدلر رو تا خرابه‌های یک پرورشگاه که توسط والدین بروس تامین مالی شده بود دنبال میکنن. بتمن متوجه میشه ریدلر از خانواده وین کینه به دل داره. آلفرد پنیورس پیشخدمت و سرایدار بروس پس از باز کردن یک نامه که به بروس ارسال شده بود، انگار نامه رو باز میکنه و بمب منفجر میشه و به خاطر همین تو بیمارستان بستری میشه. ریدلر شواهدی رو فاش میکنه که نشون میده توماس که قبل از قتلش برای شهرداری کاندید شده بود، فالکون رو برای کشتن روزنامه‌نگاری که در حال نوشتن داستانی در مورد سابقه بیماری روانی خانواده مارتا بود استخدام کرده است. بروس با آلفرد روبرو میشه که ادعا میکنه توماس فقط از فالکون خواسته است که روزنامه‌نگار رو تهدید به سکوت کنه، زیرا متوجه شده است که فالکون روزنامه‌نگار رو به قتل رسونده است. در عوض توماس قصد داشته خودش و فالکون رو به پلیس تحویل بده. آلفرد معتقد است که فالکون توماس و مارتا رو برای ساکت کردن اونا کشته است. سلنا پس از فهمیدن اینکه فالکون آنوکا رو به دلیل کشف خبرچین بودنش کشته است، به بتمن فاش میکنه که فالکون پدرش هست. سلنا سعی میکنه فالکون رو بکشه، اما بتمن و گوردون به موقع میرسن و جلوشو میگیرن. گوردون فالکون رو دستگیر میکنه، اما ریدلر لحظاتی بعد فالکون رو با یک تفنگ تک تیرانداز میکشه. ریدلر در نقش حسابدار پزشکی قانونی ادوارد نشتون نقاب از چهره برمیداره و در بیمارستان ایالتی آرکام زندانی میشه. ریدلر اونجا به بتمن میگه که هنگام هدف قرار دادن فالکون از بتمن کمک گرفته است. بتمن متوجه میشه که ریدلر دقایقی در اطراف گاتهام بمب‌های داخل خودروها به کار گذاشته و یه سری طرفدارای آنلاین رو پیدا کرده که قصد ترور شهردار منتخب بلارال رو دارن. بمب‌ها دیوار دریایی سد اطراف گاتهام رو تخریب میکنن و شهر رو آب فرا میگیره. پیروان ناسون سعی میکنن رال رو بکشن، اما بتمن و سلنا موفق میشن که جلوی اونا رو بگیرن. نشتون با زندانی دیگری که به نظر میرسد جوکر است دوست میشه، در حالی که سلنا گاتهام رو فراتر از نجات میداند اونجا رو ترک میکنه. بتمن برای بهبود شهر و قول دادن به او برای ایجاد امید در گاتهام شهر رو ترک نمیکنه و اونجا میمونه و فیلم همینجا به پایان میرسه. خب دوستان، مرسی از اینکه تا آخر ویدیو همراه ما بودید. لطفاً چنل رو ساب کنید تا از بقیه ویدیوهای ما جا نمونید.